توی مزوتراپی ما میایم از اون مایع یا به اصطلاح کوکتل هایی که ساخته شده، یعنی صنعتیه، خب به منظور جوانسازی، به منظور شفاف سازی، به منظور کاهش لک و حتی توی مو استفاده میکنیم. چیزی که PRP رو برجسته میکنه اینه که PRP به خاطر همین قضیه‌ای که از خون هر فرد گرفته میشه یک ماده طبیعی به حساب میاد. در واقع جوانساز طبیعی است و وقتی که از خون بدن تو گرفته میشه ما انتظار حساسیت و واکنش‌های آلرژی نداریم. ریسک نداره کلا. و این واکنش‌های آلرژی رو ما توی مزوتراپی میتونیم ببینیم. اصلا واکنش‌های آلرژی توی کار زیبایی یه نگرانی تو ذهن پزشک. PRP ماندگاری و اثر طولانی داره و تعداد دفعات و فواصل جلساتش هم نسبت به مزوتراپی کمتره و خب این مقرون به صرفه میکنه PRP رو، یعنی از نظر هزینه‌ای، چون شما توی مزوتراپی باید قطعا دنبال برند خوب و با کیفیت باشین ولی هیچ وقت هم نمیتونیم و یک محصول صنعتی دقیقاً، چون خیلی مشابه فیک زیاد داره، یه محصول صنعتی هم هست، خود مادهش هزینه زیادی داره. خب چه برسه به اینکه شما باید چند جلسه اینو تکرار کنین و خب یک هزینه‌ای هم بابت اون اقدامی که پزشک داره انجام میده بابتش میدین. PRP نسبت به جوانسازهای دیگه واقعا هم اثر قابل توجه تری داره یا حتی اگه نخوایم بگیم 100% بهتره مثل اوناست، ولی ماندگاری بالاتری داره و مقرون به صرفه تره.